سلام برای بچه گل، حالتون چطور آجی؟ برگشتیم با یه ویدیو جذاب و دیدنی دیگه از چنل خودتون. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. دیگه ست کاپیتان اومد و بریم که کارو در بیاریم آجی. دیگه میخوام درش بیاریم. قوی شروع کنیم. علی با داشت گل. داشت گل چطوری آقا جون؟ چاکرم داشت بارسای گل. میبینم که اومدی دوباره میخوای بهتر کنی. چاکریم آقا. دیگه داشت اومدیم کارو در بیاریم دیگه. همین الان میخوام قوی شروع کنیم. خب از همین الان بریم سراغ پرشسکیف داداش اول. خب اینجا بریم سراغ این. آقا به نظرت اینو همینجا کالکت کنم یا بیارم بره تو اینونتوری اونجا بزنم یا یکی در میون کنم؟ نظرت چیه داداش؟ چی فرق نمیکنه ولی من داداش چیزی که دیدم تو اینونتوری چیز میکنم بهتر شانس. خب پس بذار من کالکت کنم اینجا. فکر نکنم فرق. اوکی. خب آقا جون، آقا میخوام قوی شروع کنیم دیگه. همین الان ببین شیشگانه میخوام مثلا در بیارم اش کنیم. نکن ایزی. بذار یکیشو بزنم اونجا دوتا خیاره. خب اولیشو داشت خراب کرد قویش نتونستیم شروع کنیم، ولی در ادامه امیدوارم که داشت قوی باشه. 1,800 دادا جی. خب اینو بده یه سکا. خب خوب آقا، این 2,400 داد. آقا راضییم ما. 14 400 تا یوسی موجود داریم آقا جون. بریم واسه این 4 اولو. خب خداییش لباس توپی داره آجی. خب این 4 اول 2 اول همین دستگرمی میزنیم ببینیم چه جوری آجی. خود گرمش کنیم گردونه مثل سری قبلی. این 10 اول بریم که داشته باشیم. خب اینجا رو وحید دست خوشا اسکوپیشش همین اول بسم الله گرفتیم آجی. آقا مبارکه. توی همه تو هر دفعه که میچرخونی چیزی از این اتچمنت گانه بهت میده. خب دیگه باید بده دیگه داشت. الان خود گانر هم در میاریم. البته گرم نشده بود ولی دیگه گفتم بریم. آره دیگه راست میگی دیگه آجی. این 540 تای دیگه. خیلی زود آیتم میده آجی. میدونی چی بهت میگم؟ همین میزنی سریع میاد رو صفحه. یه 10 تایی دیگه. خب دیگه شدم دیگه گرم شد دیگه آجی. دیگه باید گرم شده باشه آقا جون. اینو بزن اولیشو به اسم بچه‌های چنل. حالا اینو میزنم به اسم بچه‌های چنل. بچه‌ها کارو در بیارید. همینجا کارو در بیارید تموم شه بره. 2 مینی متریال داد. باز قابل تحمل اشکال نداره. گرم نشده آجی مثل این که. اینو میزنم به اسم خودم آقا جون. میخوام کارو در بیارم. این البته گارانتیشه فکر کنم آجی. گارانتیش الان یه دونه میده ولی خب آره دیگه. خب اینو میزنم به اسم داشت گل. داشت کارو در بیار دیگه. اونجا ام جی تی رو گرفت، اینجا همین گانا رو بکش بیرون تموم شه. آره دست خوشا داداش. رداتش هم گرفتیم آجی. اسکوپ رداشو گرفتیم با 2 مینی متر. گانو که داداش ندیه. کارو الان نتونستی در بیاری اینجا. این 540 تا رو میزنم به اسم داش محمد گل. داش محمد کارو در بیار. من تو کار اسپری آجی. اسپری ها رو گرفتیم. آره اسپری هم بد لازم داریم ولی اینم میزنیم به اسم سمین. بعدش هم میزنم به اسم موبین. اینم میزنم به اسم سمین. علی خب اینجا نتونست کارو جمع کنه داداش. همه پوینت ها رو جمع کرد. اینم میزنم به اسم موبین. ببینیم موبین چیکار میکنه آجی. ایول یه جم گرفتیم. یه جم متیک آقا. ایول. خب اینو بزنم به اسم داشلی. گفت به اسم منم بزن آجی. اینم میزنم به اسم داشلی کارو در بیار. خب داشلی هم کارو در نمیاره. چرا جدی آیتم نمیده؟ اسمم شانسمون آجی زیاد اوکی نیست این سری. باید یه حرکتایی بزنید داداش. بذار من داداش مپو عوض کنم بذارم ناسا آجی. آره با اسکیپ. آره خب 10 تایی رو تکری بزنم داداش. 10 تایی رو بذار باز شه. اوکیه. خب اوکیه. خب اینو به روش خودت میخوام بزنم آجی. به روش داشتید بزنیم چیکاره ایم. یکی دیگه. خب این با اسکیپ گفتی. خب اینم بریم با اسکیپ. کارو در بیار. خب نیدشو داد. یکی دیگه. خب هیچ چیشو دیگه نداد، فقط نیدشو داد.
این یه 10 تایی دیگه میزنم به اسم گرمش. دوباره بچهای چنل رو میزنم باشی. اینم میزنم به اسم بچهای چنل. کارو در بیارید خدا وکیلی ایکسو تو بده بریم دنبال بازیمون. بابا اذیت داره میکنه حاجی، این سری داره اذیت میکنه. یه 10 تایی دیگه 2 تا مینیمت داد باز. متوسل شدی. به دعا و آره حاجی به دعا باید متوسل شیم حاجی. دعای کمیل رو باید بغل کنیم. آقا اینو میزنم به اسم خودم دوباره. یه دور دیگه بچه‌ها رو شروع میکنیم میره بالا دیگه، در میاریم این سری دیگه کارو در میاریم خدا وکیلی. خب ای دست خوش کیفشو گرفتیم ولی داشت اسکین کیفشو داد با اسکوپ هولوشو حاجی. اسکوپا رو همه خوباشو گرفتیم ها، هولو ردا چیش. آره. خب آره اینم از این. بزن من گانو دیگه گردن میگیرم. اینو بزنم اسم کی؟ بعد من گردن میگیرم. گردن میگیری گانو داداش. آقا این اسم خودت برو تموم آقا در آوردی داداش. گردن بگیر باز اسکوپ گانو داد وحید. اینجا رو نگاه کن گانو گرفتیم آجی. دست خوش بابا وحید اسمش آجی عوض و بکنی خدا وکیلی داداش. اسکوپ آجی اسکوپ هولوش هم گرفتیم آجی. آقا گانم گرفتیم بابا. داش وحید تو کار گان خدا شاید آجی. گام میخوای بگیری باید به اسم داش وحید بزنید. آره والله آقا ایول ایمان آوردی یا نیاوردی؟ آره داداش من دیگه به تو ایمان آوردم. سرگان دیگه به اسم تو میزنم خدا شاهده. آقا بذارید 2 تا تکفیر بزنم این چی میده. به نظر مپم بذار روی 2 تا مینی متریال دادینو. اینم بده تموم شد. مپم الان عوض میکنم مپم الان عوض میکنم. خب مپا بزنم چی داداش؟ بذار لیویک با مود یا بدون مود؟ لیویک با بده. لباسش هم بده اینم در بیاریم. خب دوباره مینی متریال. چقدر مینی متریال داره میده آجی. این یارو لباس کاپیتانم بده عالی میشه داداش. عالی میشه یعنی خداییش خوب میشه. باید داداشون شانس امشب اوکیه آجی. اینم میزنم کاپیتانو گردن بگیر تموم شه بره. باشه کاپیتان تموم شده اومد. هرچند چیزشو داد این یارو استوکشو داد داداش. نه هنو کار در نیومده درست حسابی ولی خب اینو میزنم به اسم کی بزنم داداش؟ شو بگو یکی رو. اینم که شانسش خوب باشه. اینم سمین. بریم آقا اینم میزنیم به اسم سمین. کارو در بیار. خب این شانسش خوب نیست داداشی. آقا شانسش خوب نیست امشب. شانسش خوب نیست. میزنم دوباره به اسم داش محمد آجی. اینم میزنم دوباره به اسم داش محمد. علیرضا هم آره علیرضا هم الان میزنم. بعد این علیرضا داداش این در نیاورد علیرضا دیگه باید در بیاره. اینم میزنم به اسم داش علیرضا گل. الهی به امید تو داش علیرضا بده خدا وکیلی کارو در بیار. مینی متریال همش 2 تا داره میده و 1700 هم یوسی مونده. جم هم داریم به اندازه کافی. خب ولی اینم باید لباسه رو بده دیگه آجی. لباسه رو بده خدا وکیلی. ای ولی یه جم دیگه گرفتیم فکر کنم گارانتی بود. ولی آره گارانتی بود آقا. گارانتی بود. زیاد خوشحال نشد داداش. عطایی آخر آجی میزنم به اسم کل بچهای چنل و اونایی که لایک میکنن دنبال حمایت میکنن ما رو. خودم خودت به اسم همه دیگه داداش. همه 540 تای آخر. بچه‌ها در بیارید خدا وکیلی کارو بده. امام حسینی تموم شه بره که هیچی دیگه نداد دیگه کارو خراب کرد. ولی اشکال نداره ما به هدفمون رسیدیم داداش. بذار اینجا متریالا رو هم بگیرم. وایس کابش هم بده. این بریم بیل بیلکش هم بده. یه مینی متریال هم اینجا. 1 2 3 تا اینجا میگیریم. خب آقا 8 تا گرفتیم الان. خب فیکس 8 تا. بریم لباسا رو کالکتش کنیم. لابیش هم بگیریم دیگه. این لباس مبارکتون باشه بچه‌ها. اینم بریم سراغش. اینم لابیش. آقایی بذار من فعالش کنم و تمام.
همون کالکتش کردیم اوکی. دمتون گرم برای بچه گل، مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لطفا لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه تا یک خرید اوپنینگ جذاب و دیدنی دیگه از چنل خودتون. بدرود دوستان.